از صبح تا شب میبینی نشستی هی اخبار دنبال میکنی، اینو دنبال میکنی، اون دنبال میکنی، بعد یه دفعه میبینی غرق شدی توی سیاه چاله‌ای که اصلا نمیتونی از توش در بیای. هی میری روی خبره یه لینک داره، دوباره میری لینک اون خبره، دوباره لینک، بعد یه دفعه اصلا میبینی واقعا میبینی غرق شدی تو، اصلا متوجه نمیشی چقدر زمان گذشت. میگه آقا جان شما برگرد برو مثلا 20 سال قبل، برو یه سری خبرایی که همش دنبال کردی یه فلش بک بزن به گذشته، میبینی اکثر این اخباری که تو دنبال که نمیگم همش، واقعا خب یه سری واقعا چه تاثیرگذار باشه، اکثر این اخباری که تو دنبال کردی هیچ تأثیری روت نذاشته، رو زندگی، تو تصمیم گیری، تو رو آدم بهتری نکرده، تو رو کمک نکرده بتونی مسیر زندگی تو درست‌تر در واقع طی کنی. یعنی همش میگه اینا این اتلاف وقته، این اتفاقی که برات رخ میده نمیتونه بهت کمک کنه. ولی تو همون چیزی که گفتی اولا که میگه آقا جون تو به هر حال اخبار خیلی مهمه، به هر حال تو هر چقدر تمام این گوشی تو بذاری کنار، همه چی میفهمی جو بایدن فردا میفهمی جو بایدن برد یا ترامپ برده دیگه. این یعنی چیز بدیهیه که تو به هر حال یه سری اخبار مهمو متوجه میشی. برای مطلب دیگه که میگه آقا شما این از صبح تا شب بشین پای تلویزیون، اون فلان جا اینجوری شد، نامیبیا اینجوری شد، اونجا اینجوری شد، همه خبر بیشترشون تلخ، ناراحت کننده اینا. بعد تو میگی خب من کاری من میتونم بکنم تو نامیبیا مثلا یه جنگی شده باشه، توی برونئی همچین اتفاقی رخ داده باشه، آره من میتونم کار کنم؟ نه. این میگه شما احساس انفعال بهتون دست میده، یعنی شما خودتون یه آدم منفعل بعد از این مدتی که ای تون خبر هی بشنید، بمباران خبری باعث میشه شما در واقع میگم کاری هم که نمیتونم بکنم، این انفعالا باعث میشه شما اذیت بشید. یعنی کلا شما نمیتونید اونجوری که باید شاید بیاد به در واقع فعالیت عادی خودتون ادامه بدید. میگه این اتفاق، این پروپاگاندای خبری که ایجاد میشه کاملا گول زننده است، شما فریب میخورید و میگه باید مراقب باشید که شما فریب این بنگاه‌های خبری، این خبرسازی یا این مهندسی خبرها رو نخورید. نه به همه کشورها هم صادقه، یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا مال یک منطقه، مال یک قاره باشه، نه، تو کل دنیا شما نگاه کنید این قضیه کاملا جاری و ساریه.